اینا دوستان گرامی ما یکی از جایگاه‌های آخرین خود را در سال 2020 است که برای سال 2019 می‌سپاریم و امروز در نزد من نماینده حسن بوش توشف خود رو معرفی می‌کردید. نورمال میروش توشف. میروش توشف. بله. دانشجو هستید. ختم کرده دانشگاه هستم. خب بگید که حسن بوش مو پیوستن از کجا از روسیه هستند؟ متأسفانه ولی اون کسی روزی ندارم از همین که در شرکت نیست. از همین سبب ما اینجا باشیم. خب شما نماینده میروشی نمود یا خودتون میروشی هستید؟ نماینده هستید از جو هستند؟ از نوحه همدانی. خب دو نفری که برای من ناشناس هستند نمایندگی دارند ولی به هر رنگ تصدیق کردم که اینها نماینده هستند چون در فیسبوک هم شما میبینید و امروز چون یکی رو باید ما انتخاب کنیم کدام از اینها صاحب جایزه اساسی توپ میگردد توپ سوده است و دیگر توفه خاطره‌ای از برنامه فوتبال بازی میلیون ها. خب اینجا دو نوشتجات هست که توپ و دیگری سوغر چگونه ثابت کنیم کی اول میگه یا فرق ندارد؟ فرق ندارد. خب فرقی نداشته باشد پس در مابین هر دو متدان برابر گیریم. اکنون میگیم که غالب این جایزه کی بشود؟ البته بخواهید هر کسی که بود کرد اینجا سوغر و شما کویده بشود تشکر زیاد کنید و توی فوتبال با نوعه همدانی میره و دوستان گرامی مبارک شود. شما حتما رسید برنامه رو تماشا کنید. اگر چیزی گفتنی باشد میتونید امکانات دارید که با همون نفرانی که مخلصی میکنند دویم میپرسند که کی همون توپ سوی باش میگیرد یگان چیز راست میگم اینجا نمبر برداشت شده است. اما از شفاف بود درست بود. سخن گفتن دشوار؟ زیاد دوستان گرامی چه سخن گفتن دشوار است اما ایراد گرفتن بسیار هم آسان و شما چیزی هم مسئول باشید مردم. من گفتن ندارم هیچ خیلی که پیشگویی است البته این بازی اینم یک خیلی تبلیغ یک بله بسیار زود جان شد. بله کلی نام اون خیلی ساختنی است البته یادآوری میمونه. بله دوستان گرامی بعد چند عضوی با ما از نو شروع می‌کردیم و شما رو دعوت می‌کنیم که در عضوی برنامه فوتبال بازی میلیون اشتراک کنید با کسی حتما پیروز باشید.